میتونم بدون اینکه توپ روی زمین بخوره توپو بزنم؟ آره سوش جان، امکان داره توپ رو هوا بزنی. بیا اینجا وایسا بهت بگم، چون چپ دستی اونور وایسا. اولین کاری که باید بکنم این که راکت دست بدم این شکلی. به این گریپ میگن گریپ کانتیننتال. تای راکت هم نگاه کنی صافه. خب توپ که داره از اون ور میاد خوب نگاش میکنم داره به سمتم میاد. راکت هم اینجوری نگه میدارم با این زاویه، پای راست و دست چپم همزمان به سمت توپ میره جلو. مثل فورهند عقب نمیبرم، ادامه هم نمیدم. اینجوری فقط یه استوپ ساده. و پای راست همزمان بگیر. آفرین. پای راست بیا جلو. دوباره. آفرین. خوبه. اگه راکت نزدیک بدنت باشه که خیلی بهتر میشه. دوباره. بهتر شد.